در 17 محرم 1406 عملیات خاکبرداری آغاز شد. اطراف بنای قدیمی ترکیبی از گلولای و ماسه بود که بستر سستی را به وجود می آورد و به همین علت لازم بود که پیشرفته ترین فنون پیریزی و پیسازی به کار گرفته شود. بیش از 8500 شمع باربر که گاه در عمق 54 متری به بستر سنگ سخت می رسید کار گذاشته شد. محل دقیق هر یک از شمع‌ها را مهندس ساختمان محاسبه می کرد و در محل به دست نقشه برداران علامت گذاری می شد. استوانه های فولادی در زمین کوبیده شد تا مسیر مکه های عظیم را به عمق خاک هدایت کند. وقتی عمق گودال ها بیشتر شد برای جلوگیری از ریزش کناره ها از یک نوع دوغاب خاک دانه‌دار به نام بتونیت استفاده شد. در گودال هایی که در آنها ستون های مهم و اصلی باربر تعبیه می شد از استوانه های دولایه فولادی استفاده شد تا با دوغاب غلیظتری از بتونیت که در بین دو لایه ریخته می شد در مقابل تغییرات حجمی و فشار طبیعی زمین مقاومت بیشتری داشته باشند. از اسکنه های قوی برای بیرون آوردن لایه های سخت زیرین استفاده شد. نمونه های سنگ را از دل زمین بیرون آوردند تا مهندسان کارشناس با آزمایش آنها بستر سنگی مناسب و مطمئنی برای پیریزی انتخاب کنند. شبکه‌ای از آرماتورهای فولادی را به شکل قفسی استوانه‌ای به طول 12 متر به یکدیگر جوش دادند و یکی پس از دیگری آنها را به داخل گودال‌ها راندند تا به بستر سنگی برسد. بیش از 100,000 متر مکعب بتون لازم برای پیریزی ستون‌های باربر در محل تولید و از نظر کیفیت آزمایش شد. بتون با لوله‌های مخصوص به داخل پی ستون‌های باربر پمپاژ شد و 28 روز به حال خود ماند تا کاملاً خشک شود. یک نواختی و همگونی بتون بسته شده پی هر یک از ستونها با امواج ماورای صوت آزمایش شد. کارشناسان برخی از ستونها را انتخاب کردند و آنها را از نظر استواری و توان باربری آزمودند تا از کیفیت پیسازی کاملا خاطر جمع شوند. در این زمان پیها برای کلاهک گذاری آماده شده بودند. در نقاط مهم باربر پیها با آرماتور شبکه‌ای به یکدیگر متصل شدند. به این طریق ستونهای باربر به ستون کف متصل گردید و به صورت یک پارچه درآمد.
در تمام این مراحل مهندسان ارشد در محل کار برای رسیدگی و نظارت بر پیشرفت کار و حل مشکلات حاضر بودند. کف زیرزمین در 95 بخش بتون ریزی شد و قسمت‌های مختلف آن با درزهای انبساط از یکدیگر جدا گردید. پنج بار در روز عملیات ساختمانی به طور موقت تعطیل می‌شد تا کارگران بتوانند برای ادای نماز در مسجد به نمازگزاران بپیوندند. علاوه بر این محل عملیات با سایبان‌های موقت پوشیده شد تا فضای راحتی برای برگزاری نماز عبادت کنندگان به وجود آید. آرماتورهای ستونهای فوقانی و آرماتورهای ستونهای باربر که از پیها بیرون زده بود جوش خورد و بدین ترتیب همه ستونهای اصلی ساختمان از طریق پیسازی به بستر سخت زیرین متصل شد. وقتی کار پیسازی و ستونگذاری ساختمان به اتمام رسید، کار در طبقه همکف مسجد شروع شد. در اینجا نیز مثل کف زیرزمین 95 قطعه بتون مسلح ریخته شد. این عملیات در شب انجام می شد تا هوای خنک شرایط لازم را برای یک دست کردن و مسطح ساختن بتون فراهم آورد. در 5 شعبان 1409 هجری بتون ریزی آخرین قطعه در طبقه همکف بخش غربی ساختمان به اتمام رسید. 4 سال از آغاز پروژه گذشته بود و در این زمان کار پیسازی ساختمان تکمیل شده بود و همه چیز برای شروع کار بر روی ساختمان اصلی آماده بود. روز بعد باران سختی همه جا را شست و پاکیزه ساخت، گویی که خداوند رحمت خود را به مناسبت اتمام این مرحله از این بنا بر آنها نازل کرده بود. در این پروژه هدف این بود که ارزنده ترین و سنتی ترین طرح‌ها با پیشرفته ترین فنون ساختمانی ارائه شود. گروه کارآزموده ای از مهندسان ارشد ساختمانی با همکاری نزدیک گروهی از معماران به بررسی و تحلیل نقشه ها پرداختند. وسعت کار و کوتاهی زمان اجرا به پیچیدگی اجرای طرح می‌افزود. اسکلت کلی بنای اصلی در حال شکل گیری بود. مجموعی از آرماتورها باید بتون ریزی می‌شد و با مصالح مختلف پوشیده می‌گشت. یکی از این مصالح نوعی سنگ مصنوعی بود که از آن هم به صورت تزئینی و هم به عنوان مصالح اصلی ساختمانی استفاده می‌شد. تولید مقدار کافی سنگ مصنوعی برای چنین طرح عظیمی با روش‌های قدیمی بیش از 15 سال طول می‌کشید، در حالی که زمانبندی مقرر برای اتمام این پروژه بیش از 2 سال نبود. برای حل این مشکل بزرگترین کارخانه مکانیزه سنگ مصنوعی در دنیا در 20 کیلومتری محل اجرای طرح تأسیس شد. سنگ‌های با رنگ‌های گوناگون را که از مناطق مختلف آورده بودند در اینجا خرد کردند و آنها را با سیمان خشک به نسبت‌های کاملا مشخص ترکیب نمودند.
این مخلوط را هر روزه در 18 خط تولیدی کاملا مکانیزه کارخانه با آب در می آمیختند و به قالب‌هایی که از پیش آماده کرده بودند می ریختند. از قالب‌ها پی در پی استفاده می شد. برای استفاده دوباره از هر قالب می باید آن را شست و برای جلوگیری از چسبندگی داخل آن را چرب کرد و برای استحکام بخشیدن به سنگ‌های مصنوعی در داخل قالب تورهای فولادی تعبیه می شد. سنگ‌هایی در اشکال گوناگون مورد نیاز بود. بعضی از آنها با رنگ‌های مختلف تولید می‌شد که می‌باید در یک قالب ریخته شود. هر یک از قالب‌ها باید به طور یک نواخت پر می‌شد و برای اینکه حباب‌های هوا در آن نباشد به دقت فراوانی نیاز بود. بعد از 8 ساعت که برای خشک شدن مخلوط لازم بود، سنگ‌ها از قالب جدا می‌شدند و برای صیقل کاری آماده می‌گردیدند. کلیه سنگ‌ها برای اطمینان از داشتن کیفیت مطلوب و اندازه‌های دقیق پیوسته وارسی می‌شدند. بیش از 500,000 میلیون قطعه سنگ برای اجرای این طرح لازم بود که برخی از آنها با طرح‌های مختلف نقش و نگار می شدند. صنعتکاران برای ساخت طرح‌های انتخاب شده بر روی نمونه‌هایی از سنگ گچ کنده‌کاری می کردند و سپس این نمونه‌های گچی برای ساخت قالب‌های سنگ مصنوعی به کار می رفت. پس از جداسازی سنگ‌ها از قالب، آنها را مدت 24 ساعت در اتاقک‌های بدون رطوبت نگاه می‌داشتند تا فعل و انفعالات شیمیایی لازم در آنها صورت گیرد و خشک شود. سیمان سطح سنگ‌ها با محلول‌های اسیدی زدوده می‌شد تا سنگ‌ها برای پرداخت و صیقل کاری آماده شوند. در آخرین پرداخت‌ها رنگ واقعی سنگ‌ها نمایان می‌شد. متخصصان بسیار دقت می‌کردند تا به سطح سنگ‌ها آسیبی نرسد و در آخر کار سنگ‌ها را بسته‌بندی می‌نمودند و برای انتقال به مدینه آماده می‌کردند. این کارخانه در نهایت توانست روزانه 750 قطعه سنگ مصنوعی تولید کند. این گونه سنگ‌های مصنوعی که با این روش ساخته می شود، جنبه تزئینی آن بیش از سنگ‌های طبیعی است و علاوه به اندازه بتون مسلح با دوام و استوار است. 2312 طاق‌نما برای نصب در 27 تالار روباز و 68 تالار سرپوشیده ساخته شد.
حلقه های فولادی که در پشت هر قطعه سنگ تعبیه شده بود به اسکلت بنا جوش خورد. به این ترتیب سنگ ها چون مصالح اصلی ساختمانی به کار گرفتند. از ویژگی